تو از شب یاران محمد رو شخص حقیر یا نباشم یا علی بگی شهر روان چشمه آورد گل نیست ولی شهر پر از عطر بارونه شد این بار با سنگ آمده بابی میگی که همان طفل قصه طفل من است. چرا سکوت کنم؟ سینه‌ام پر از سخن است. برای من اگر انسانم و مسلمان. State of Israel in 1948. Remembering the continuous aggression and war crimes committed by Israel against the legitimate rights of Palestinian people. مرگ بر آمریکای مردم فریب، جنایت و غارت حمایت آمریکاست. این همه قتل و غارت حمایت آمریکاست. جنایت اسرائیل جنایت آمریکاست. جنایت اسرائیل جنایت آمریکاست. رهبر میگه مرگ بر آمریکا. دولت میگه مرگ بر آمریکا. دولت میگه مرگ بر آمریکا. قوه میگه مرگ بر آمریکا. بسیج میگه مرگ بر آمریکا. انقلاب نیک داد اخیر نماینده سازمان ملل متحد فرمایند. سردفتران اسناد رسمی به کل تمام حقوقدانان با طرح شکایت جمع‌آوری امضا علیه دولت متخاصم آمریکا اسرائیل در سازمان ملل و ارائه اسنادمون به دبیر کل سازمان ملل، به دادستان دادگاه کیفری بین الملل، به عرضم به حضور شما رئیس شورای امنیت سازمان ملل
برای احقاق حق و اینکه مهمترین مسئله ما این است که اگر سازمان ملل در واقع دنبال حق هست و از حق حمایت میکنه، باید بررسی کنه چرا به این موضوع غزه رسیدگی نمیکنه. اگرم از حق حمایت نمیکنه، دنبال حق نیست، خب بحثش جداست دیگه. بیانیه و هر دستورالعملی که علیه کشور فرزند ایران صادر کنه باطله، کما اینکه در عمل و در نظر و در تئوریاشون در تمام این مراحل این محرز و مسلمه و نشون داده از زمانی که سازمان ملل ده هست، یعنی 70 خورده سال هستش که این رژیم غاصب صهیونیست و آدمکش داره مردم غزه فلسطین رو داره آواره کرد در سرزمینشون و الان بیش از 100 روز هستش که دیگه واقعا شدت عمل به خرج داده. کودکای بیگناه که همه جا مسئول هستن از جنگ، همه کودک‌ها رو داره میکشه، زن‌های بیگناه، پیرمردها، مریض‌ها، اینا همه مسئول هستن در قوانین جنگی بین المللی، اینها همه مسئول هستن و ما خواستار قطعنامه‌ای هستیم که آتش‌بس فوری باشه، این مردم مظلوم به حقشون برسن و آتش‌بس بشه. از این طرف راه‌ها رو بسته برای غذا و نمیدونم وسایل بهداشتی و اینها و خواستار این هستیم که اینا به حقشون برسن. همه آزادی خواهان جهان و همه آحاد ملت ایران، اصناف مختلف، انزجار خودشون رو از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل اعلام کردند و از مردم فلسطین و مظلومیت این مردم اعلام کردند. جا داشت که حقوقدانان کشور هم در این زمینه اقدام کنند. این فکر میکنم انشالله شروع یک اقدام قانونی و حقوقی در عرصه بین المللی هست از سوی حقوقدانان کشور ما و انشالله باید در دیوانهای بین المللی و دادگاه‌های بین المللی اقدامات حقوقیمون رو برای دفاع از مردم فلسطین که واقعا در حال کشته شدن به صورت نسل کشی هن، یعنی نسلشون داره منقرض میشه. چند تا از خانواده‌های فلسطینی به کلی منقرض شدن و هیچ یعنی نام خانوادگیشون دیگه روی زمین وجود نداره. این جنایت تو این دوره از تاریخ بشر واقعا وحشتناکه و باید اقدام